درباره ختم شدن صنف‌های ده 11 در مؤسسه میانه عمومی این شروع می شود از قانون جمهوری ترکستان درباره معارف که 1 مارس سال 2024 به امضا رسید و طالب علمان یعنی خوانندگان مکتب‌های تحصیلاتی که تا صنف 9 تحصیل میکنند آنها عهده‌دار هستند که باید تحصیل خود را در صنف‌های 10 و 11 ادامه دهند. در صورت سرکشی کردن به مؤسسه تعلیمی حاضر نشدن آنها به جوابگری جنایتی کشیده میشوند و طبق ماده 164 کدکس جنایتی جمهوری ترکستان اشخاصی که برای تحصیل به آنها مانع میشوند و برای گرفتن تحصیلات میانه عمومی آنها به جوابگری جلب کرده میشوند و خوانندگان عهده‌دار هستند که باید ادامه تحصیل یعنی در صنف‌های 11 تحصیل کنند و اگر در صورتی که در طبق مرکز ملی تستی به مؤسسه‌های تحصیلاتی ابتدایی و میانه کسبی داخل شدن آنها از این عهده‌داری‌ها آزاد میشوند. ولی در صورتی که در مؤسسه‌های تحصیلاتی ابتدایی و میانه کسبی داخل نشدن آنها عهده‌دار هستند که در مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه عمومی ادامه تحصیل کنند و باید از تحصیل دور نشوند.